بسیار هم عالی. کارتون بسیار زیباست. مرسی همچنین. شبه که بیشتر از درمت کار زیبا برای این هنرمند عزیز هست. که از هنرمندای عزیزمونم اینجا کار هنریشون رو دیدم که به دستشون هست. خوب هستین شما؟ میشه یکم از هنرتون برام توضیح بدین؟ بله. 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 میشه و نقش زده میشه. بسیار هم و بعد در کوره پخته میشه. خیلی هم عالی. موفق باشین. سلامت باشین. کارتون بسیار زیباست. قربون شما. کارهای بالای سرم برای خودتونه، درسته؟ یه بار دیگه میفهمین؟ آب بالا سرم که توی قاب سفیده من درست. ویدیو کامل بگیرم. خیلی هم عالی. از کدوم شهر هستی؟
هنرمند خلاق دیگه‌ای رو در نمایشگاه دیدم که کارشون واقعا عالی بود. حالا بریم باهاشون آشنا بشیم. خوبین شما؟ خوب هستین؟ سلام، خیلی ممنونم، خوش اومدید. سلامت باشین. میشه از کارتون برای ما بگیم و ما ببینیم که این کارتون رو با چه متریالی کار کردیم و سبکتون به چه صورت هست؟ این اثر بنای تاریخیه. درسته؟ از استان مازندران غربی شهرستان ماهگیری به اسم کاخ باغچه‌جو. سبک کارم پرسپکتیوه و متریالی به کار رفتن سفال است. گل سفالگری هستش که نقش برجسته سفالی هست. درسته. من کار از نزدیک ببینم. 0 تا 100ش هم تقریبا 3 هفته زمان برده. 3 هفته کارتون زمان برده. خیلی زیباست. ممنونم ازتون. همیشه بدرخشید، موفق باشین. قربون شما. متشکرم. دیدن کاره هنرمندا انقدر برای من دستخوشی داره که دوستم با همه‌شون تک به تک صحبت کنم، ولی خب همونطور که می‌بینین خیلی شلوغه و همه دارن کاراشون رو معرفی میکنن به حالا کسایی که اومدن بازدید بکنن. منم هر جایی که بتونم از هر کسی که کارش خیلی خاص‌تر و تو چشم داره یه صحبتی میکنم باهاش، یه اطلاعاتی میگیرم از کاراش. حالا بریم بقیه نمایشگاه با هم دیگه ببینیم. بچه یکی از غرفه‌هایی که اومدم روی صدف و روی برنج و دونه‌های برنج یه سری خطاطی شده، طرحی رو روش اجرا کردم. حالا با ذره‌بین من میارم بهتون نشون میدم. اول بریم با هنرمندشون صحبت بکنیم، ببینیم که این کارا رو چجوری کشیدن و کارهایی که انجام دادن. میگن که بدون ذره‌بینه. ببینید این نقشه جهانه، امیدوارم که خوب تو فیلم بیفته و با ذره‌بین همین کارا رو نمیکشن، با چشم مسلح این کار رو انجام میدن. بریم باهاشون یه صحبتی داشته باشیم. خوش آمدید به جناب آقای بهزاد دستگویی‌زاده، کارگردان مطرح سینما و تلویزیون. حضور شما در جشنواره هما باعث دلگرمی همه ماست. ممنونیم از حضورتون. دست بهشون میخوره پاک نشن. اسپری فیکس داریم. درسته. خیلی عالیه. خیلی عالیه. هنرمند بعدی که کاراشون رو دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، ایشون هستن که کار عکاسی انجام میدادن و بعد از چندین سالی که کار عکاسی انجام میدادن به علت حادثه نابینا میشن. کاری که میکنن برای اینکه هم خودشون حس عکساشون رو دوباره داشته باشن و بتونن باش ارتباط برقرار بکنن این هستش که عکساشون رو به صورت برجسته چاپ میکنن که هم دوستان نابیناشون هم خودشون بتونن اون عکس‌ها رو دوباره لمس و حس بکنن. این هنرمند از اسپانیا هستن و کارشون واقعا تحسین برانگیزه. حالا من از زوایای مختلف براتون ویدیو میگیرم که شما این برجستگی رو بتونید توی ویدیو هم ببینید. این برجستگی ها کاملا مشهوده و برای عزیزانی که نابینا هستن قابل لمس و قابل حسه و اینکه کسایی که میخوان حس عکس رو متوجه بشن
بتونن با لمس کردن این کار رو متوجه بشن که چه بافتی داره و به چه صورت این کار قابل ارائه هست. یکی از بازی کننده ها هستن که دارن این کار رو لمس میکنن که بتونن اون حس رو در خودشون داشته باشن. برجستگی که روی تصویر هست کاملا برای دوستان نابینا قابل درکه. ما که بینا بودیم از اول یکم درک اجزا برامون سخته، ولی کسایی که نابینا هستن چون حس لامسه‌شون خیلی قوی هست کامل میتونن برجستگی ها رو متوجه بشن که کدوم قسمت از عکس رو دارن در واقع با حس لامسه‌شون میبینن. حتی برجستگی های مو کامل مشخصه. چاپ برجسته هستش که برای هنرمندمون انجام دادن که بتونن کارشون رو در معرض دید و هنرشون رو برای دیگران بذارن. این آقا هنرمند این کار هستن، خودشون الان نابینا شدن، ولی از این که همراهانی میان و کاراشون رو با لذت میبینن واقعا براشون خیلی حس خوبی داره. از نقاشان روسیه‌ای هستن که هنرشون رو برای بازدید اینجا آوردن. کارشون از نزدیک میتونیم ببینیم. با افتخار خوشامدی به سردار بهادر حجازی از نظرندگان و فرماندهان سرافراز دوران دفاع مقدس. کارای ایشون هستن که از هنرمندان روسیه‌ای هستن و کارشون بسیار بسیار عالی و تمیزه. اومدن حالا با همدیگه هم اینجا دارن یه کار مشترک رو یکی از دوستان انجام میدن. دارن بهشون کمک میکنن که یه نقاشی رو بتونن تموم کنن. بقیه کارشونه کم از نزدیک ببینیم کارشون رو. کارشون رنگ روغن هست و واقعا مینیمال کار میکنن. یه کار هنری خیلی جالبی که اینجا دیدیم از کشور ژاپن، کسی که کم توانی ذهنی داره ولی چنین کار خیلی زیبایی رو به تصویر کشیده و این خلاقیت توی نقاشیش واقعا به چشم میاد. تمام این نقاشی ها برای عزیزانی هست که از ژاپن کارشون رو فرستادن و کم توان شدید ذهنی هستن
معلولیت بالایی دارن، ولی از لحاظ خلاقیت همونطور که میبینین واقعا کارشون منحصر به فرده و ذهنیتی که نسبت به این کارو دارن واقعا خیلی متفاوت با انسان‌های عادیه. ما یه الگویی رو در نظر میگیریم و روش کار میکنیم، ولی واقعا کاری که دارن انجام میدن فوق‌العاده است. این کار با مداد رنگیه و ببینید چقدر ریسکاریه، چقدر ریسکاریه. عالی. یه قسمت از نمایشگاه کارهای صنایع دستیه، کارهایی که با چوب ساخته شده و با یه ظرافت خیلی خیلی بالا. ابزاری که ازش استفاده میکنن الان بهتون نشون میدم. ابزار اصلی این چوب ها هستن، چوب هایی که در ورقای نازکن و این طرح‌ها رو میتونن با این برش خیلی نازک چوب انجام بدن. یه کاری ساده ترشه، همونجور که میبینید خیلی جذاب و خوشگلن. هنر ایشون نقاشی هست و با انگشته هنرمندشون دارن این نقاشی زیبا رو رنگ‌آمیزی میکنن. واقعا باعث افتخار دیدن این هنرمندانی که این همه عالی کار میکنن. شاید میخوام به چه رسیم. عالیه، خسته نباشید. با اثر هنری میذاریم پستش هم ادیتور به صورت بیشتر بزنه اگر افتخار بدم. خواهش می‌کنم، من اذیتتون کردم ببخشید. بهتون گفتم هنرمند این کار بسیار زیبا آقای هستن از تاجیکستان. کارشون بسیار عالیه، ممنونم. کارشون از نزدیک ببینیم با هم دیگه. گفتی که کارشون داره و هنرشون واقعا پر از جلوه های
بصری. Thank you. یکی از دوستان هنرمند رو دیدیم که من قبلا هم کارشون رو توی یه نمایشگاه دیگه دیده بودم. واقعا کارشون عالیه، بی نظیر و بی نقص. واقعا بهتون تبریک میگم. کارتون الان این گل آفتابگردونه، درسته؟ میتونین یکم توضیح بدین در مورد کارتون و شیوه کارتون، با چه متریالی کار میکنین؟ من این چهره آفتابگردون رو تماما با مداد رنگی کشیدم. درسته. بله. درسته. خیلی عالیه. من پیجتونم دارم، تک تک کاراتون رو دیدم، واقعا لذت بردم. قربون شما. من برم کنم از نزدیک نشون بدم. ظرافت کار رو شما هم ببینین. عالیه عالیه. موفق باشین. مرسی، متشکرم. یه سری مجسمه‌های خیلی خاص رو دیدم، واقعا کارشون عالیه. هنرمند این مجسمه ایشون هستن، واقعا کارشون بی‌نظیره. بهتون تبریک میگم، واقعا کارتون خیلی زیباست. اسب من از دور که دیدم اصلا واقعا دلم رفت براش. کرگردن با نمک. یکی از هنرمندان خیلی خلاق که من دیدم واقعا به وجد اومدم. ایشون کارشون مجسمه سازی است و نابینا هستن و اینکه میتونن این کار رو خلق بکنن بدون اینکه ببینن، خیلی خیلی کارشون واقعا قابل ستایشه. کارشون رو از نزدیک ببینین. خسته نباشین، واقعا کارتون عالیه. خدا قوت. اینترنت بزنید مجسمه ساز نابینا مشخصه. بله، خودتون هم میشه معرفی بکنین؟ من عبدالخالق شاهرخی هستم از شهرستان نهاوند استان اندوه. بسیار عالی، واقعا خدا قوت بهتون میگم، کارتون عالیه. بدرخشین همیشه. سلامت باشین. انشالله که همیشه سلامت باشین و دستانتون پرتوان. خواهش میکنم. ممنون. متشکرم. قربون شما. با اجازه. خواهش میکنم. قربان شما. یکی از هنرمندایی که اینجا دیدم و برام خیلی جالب بود خانم نازنین بودن که ایشون ناشنوا و نابینا هستن که مامانشون از کودکی با ایشون به صورت حسی و لمسی ارتباط برقرار کردن که بتونن با همدیگه یه ارتباط مادر دختری داشته باشن. کاری که نازنین جون انجام دادن این کارا هستش.
که واقعا فوق‌العاده است از اینکه ایشون با تمام حسش این کارا رو تونسته اجرا بکنه، واقعا قابل تحسینه. یه صحبتی هم با مامان داشته باشیم. مامان جون واقعا کارتون عالی بوده، اینکه روی دختر بسیار قشنگتون کار کردیم و تونستن ایشون هنرمند به این خوبی باشن. سلام، خیلی خوش آمدیم به جشنواره‌مون. انشالله که سلامت و پایدار باشید. آفریده هستم، مادر نازنین ابوالفضلی از شیراز. ایشون همینطور که شما صحبتاتون فرمودین، هم نابینا هم ناشنوا و فاقد تکلیف هستش. از کودکی آموزشش رو شروع کردم و بعد از آموزش‌های نوشتاری و آموزش‌های کلامی و آموزش‌های خطی تا مرحله دیپلم رسوندمش که بعد از دیپلم شروع کردم، یعنی توی همون زمان دبیرستان من شروع کردم به استعدادیابی این بچه. بسیار عالی. باید یه سری آموزش‌هایی رو یاد بگیره بتونه موفق بشه و از توی دبیرستان من تشخیص دادم که ایشون با حس لامسه بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه. اما اینکه من چندین رشته رو انتخاب کردم و این شد که از همش بهتر فهمیدم که سفالگری هستش. توی دوران مدرسه اواخر با یه استاد بزرگ شیرازی داشت کار میکرد، استاد یوسفی، و مجسمه ساز هستن و بعدش هم که دیگه من دنبال دانشگاه بودم. پیگیری‌های فراوانی که با پدرش کردیم به این نتیجه رسیدیم که فرش دستمزد رو میتونه انجام بده و موفق هست. ضمن اینکه نازنین چون رابط نداشت، من باید در کنار نازنین آموزش‌ها رو بهش میدادم و هیچ کس هم قبولدار نمیشد که نازنین به تنهایی دانشگاه بره و رفت آمد و معضلای دیگر هم داشت. پس بنابراین ترجیح دادم خودم هم دانشجو باشم که رابطش باشم و با همدیگه درس بخونیم. ما درسامون رو که به قول معروف کاردانی رو پیگرفتیم، کارشناسی رو با همدیگه به اتمام رسوندیم. همونی که نازنین با معدل 997 لیسانس صنایع دستی فرش دستگاه بگیره. حتی من میگم نمره‌های من کمتر از نازنین. الهی. با اینکه اینقدر من تلاش می‌کردم نازنین رو از من جلو زد. ولی بعد از دیپلم یا بعد از لیسانس دوباره ما دیدیم که نه، من نازنین رو تو خونه نمیتونم باز نگه دارم، باید حتما فعال باشه. این شد که دوباره رفتیم کلاس سفالگری و شروع کردیم به کار سفالگری ممتد و پای درده که شد آثار ترشی در جشنواره که در دسته سفال. خیلی عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالا سرشون باشه و همیشه ما موفقیتش رو ببینیم. از اینکه این همه کمک نازنین جون بودین که بتونن اینجوری بدرخشن، واقعا بهتون تبریک میگم. یکی از خاصیت‌های پدر مادری که در خصوص نازنین انجام دادیم و وظیفه‌مون بوده که بتونیم نازنین رو به هر حدی از موفق و پیروزش بکنیم. سلامت مستقیم بشه و دیگه اصلا رابطی احتیاج نداشته باشه. الهی سلامت باشین. ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزارم از شما. متشکرم. این کارشون هم که فروخته شده، کارای یکی از یکی عالی تر. کارت نازنین جون از مامان گرفتم، شمارهشون هست و همچنین آیدی اینستاگرامشون هم هستش. اگر دوست داشته باشه میتونید که کارشون رو در پیجشون ببینید. ممنون میشم برای ما توضیح بدین این تابلو رو. درسته. هر کدومش یه رنگ خاص. درسته. چوبا با تنوع مختلف، رنگ‌های مختلف. درخت‌های خاص. درخت‌های مختلف. درسته. خیلی کارتون قشنگه. لطف میکنیم که
که از کارتون برای ما بگید. حتما تابلوهایی که می‌بینید اینجا معرب چوب هستش که با تیکه های چوب با رنگ طبیعیشون کنار هم حالت پازلی قرار میگیرن و یک اثر رو تشکیل میدن. این کار اورجینال عکاسی شده است، سوژه زنده بوده. درسته. و عکاس این کار هم آقای سعید توفیقی دوست عزیز. درسته. از دوستان عکاس ما ممنونم. من زوم کارم بگیرم. متشکرم. کار با ظرافت خیلی زیادی کار شده. باشه بله شما دیگه صحبت نکنید. کارمند قلب منطقه کارشون خیلی زیباست. واقعا عالیه. اول جشنواره هما توی سومین دوره جشنواره هما واقعا عالیه. مرسی. موفق باشید. اعتزاد رو من دیدم در نمایشگاه، هنرمندی که از بچگی میشناسمشون، کارشون رو داخل تلویزیون دیده بودم. خیلی خوشحالم که نزدیک میبینمتون. من شرکت کردم که جشنواره فوق‌العاده‌ای کارا واقعا در سطح بالا و وقتی که مشاهده می‌کنی اینجا گذاشتم برای نمایش. ممنونم ازتون. مرسی. متشکرم. قربون شما.
خوشحالم میتونستم بیام کارا رو از نزدیک ببینم. یکی از قشنگی‌های نمایشگاه اومدن اینه که با هنرهای دیگه آشنا میشی، برات دلچسب‌تر میشه، اینکه بخوای از نزدیک ببینیشون و حس بکنی و لمس بکنی. حالا امیدوارم که بازم جای دیگه با خلاقیت‌های دیگه هنری باز هم باشه نمایشگاهش و من بتونم برای شما بگم که شما هم بتونید ببینید و لذت ببرید. با من همراه باشید. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای من دنبال بکنید و من با ویدیوهای دیگه حتما میام پیشتون. امیدوارم که خوشتون اومده.